اگه تو استانایی مثل بریتیش کلمبیا یا اونتاریو مشغول به کار یا تحصیل بودین، توی استانایی مثل ساسکاچوان یا منیتوبا دنبال گرفتن اقامت دائم کانادا نباشید. جدیداً دولت ساسکاچوان تو وبسایت رسمی خودش اعلام کرده که شما اگر قصد دارید از طریق برنامه‌های این استان اقامت دائم کانادا رو به دست بیارید، باید بتونید ثابت کنید که بعد از گرفتن اقامت دائم توی همین استان میمونید و زندگی میکنید. حالا اگر قبل از اینکه وارد این استان بشید، توی استان‌های دیگه مثل بریتیش کلمبیا یا اونتاریو مشغول به کار یا تحصیل بودید، این میتونه براتون پوان منفی باشه، از این بابت که نمیتونید به طور قطع ثابت کنید که قصد برگشتن به همون استان‌ها رو ندارید. همینطور استان منیتوبا این مسئله رو یه امتیاز منفی در نظر میگیره. یعنی اگر شما وارد سیستم امتیازبندی این استان بشید، متوجه میشید که تحصیل یا کار توی هر یک از استان‌های دیگه کانادا نه تنها امتیاز مثبت به شما نمیده، بلکه تاثیر منفی داره. اگر سوالی در این خصوص دارید، میتونید با کارشناسان ما تماس بگیرید و در این خصوص مشاوره رایگان داشته باشید. همچنین توی کامنت ها سوالای خودتون رو از ما بپرسید تا به همشون جواب بدیم.